هنرمندان محبوب هرچی بادا کنم عادل سفروف ناحیه خوالین دادا جان قربان علیوف شهری ترسونزاده ابوسمد شمسلایوف ناحیه دنغره خب تشکر مکافات اشتور خب کار کن با جدیت را بیا معلم ولی جان بیا قلم دفتر تا گیر نویس خب در مرحله اول یک قالینی 5 4 300 سومانی دیگر بالای قالین محترم رئیس ای برادرها شما همین قرصک نزنین از برای دیدار دیگر در بالای همان توفازم ها 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 نشده اعتماد مردم خیلی خوب نظام هم در سطح ضروری همه این کار هم با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شخصا با ابتکارات رئیس محترم راه اندازی شدن که ما بار دیگر عرض تشکر میگوییم که امروز همه پهلوانان سرشناس تاجیکستان با استثنای تیمور و شکر محمد و شمشاد در میدان پهلوانی دنغره قرار دارند. این خیلی هم شایسته کار رخ بدهم در یک میدان همه چهره های سرشناس حضور داشته باشند. همه شما را بار دیگر به نوروز با شکوه بین المللی تبریک میگویم و قدومتان خجسته و نوروزتان پیوسته مبارک باشد. غزل تشکر مسای جمال و با غزل برای هنرنمایی خوبشون یکی از سابقه‌داران سابق ناحیه دنغره رستم اسکر که سالیانی دراز هم میدانداری کردند امروز هم به شاگردان فاتحه نیک دادند که اگر در ناحیه دنغره حمید آمده هم عرض تشکر به چنین استادان که همیشه تلقین کننده کار نیکی شاگردان است و نوروز همه شما را بار دیگر مبارک میگوییم. Amandır. سابقه‌دار گشتین ملی ناحیه دنغره رستم اسکرов Давай, давай. خیرالله نظریوف و استادان زبردست قرار داشتن شما هم رمزی است. ما تشکر میگوییم به همه استادان با آن نفرانی که امروز شاگرد تربیه میکنن خیرالله عزت و محمد داوود دینایوف فیض‌الدین امیرشایوف صدرالدین امیدوف و چند تن نفران دیگری که در میان عامه اهالی اند. تشکر زیاد بار دیگر همه شما را با تنتنه گشتین دنغره دوباره خیر مقدم میگوییم.
Balacun Nohiye Vosi Firdavs Şahri Vahdat Yak Çand Kaşak Tufayı Pahlavonun Hunarnamoyi Varjishgaron O anamın giremi Avvali Nimay Rosta Yak Kolini Digar Boloyi Tufayı Avala Zam Hurşid Abi öyle bir kadar tane var. Ama haydi oğlum carttan adam o mu haydi? Şuna da verdim sağıma cesedi. Aşağısı. Yok aşağısı çıkardı. Kalçana ne olsaydı? Ha? Değil mi bak? Hurşid Gazal Taşakur Sayı Cemal Ali Mardonov Arzi Sipos Dadakhon Odil Barodaroni Qashangi Maydoni Dangara Sipos ba Shumo ham va Balajon Pahlavoni Shahri Vahdat ba Sohrobi Shahri Vahdat boz با همه پهلوانانی که اگر در مجموع توجه کنیم از تمام منطقه تاجیکستان امروز ورزشکاران در تنتنه عید نوروزی ناحیه دنقره تشریف دارند و واقعا مسابقات
سطحی جمهوریوی است به علی مردانوف و غزلشوی دولتشاه تشکر. بازبایی هر دو هم نتیجه بخش نشد. سلامت باشید. اکای عبادالله شیخوف. السلام علیکم برادر محترم. با خاطر همین بربر هم مردمی مهمان دوستی دنقره یک قرضه صمیمانه زدم. من عرض تشکر میکنم و استادی خیلی زبردست. شما نزدیکتر بیایید. شما همون منبر فخری استادان رو هم زینت دهید. خواهشمندم نزدیکتر بیایید. عباد شیخوف استاد اتحاد جماهیر شوروی، پهلوان خیلی محبوب و شایسته تاجیک که در دوام اتحاد جماهیر شوروی سالهای طولانی میدانداری و هنرنماییش هم خیلی در سطح عالی بود. امروز منبر فخری ناحیه دنقره از حساب استادان برکمال تمام منطقه تاجیکستان زد گرفت. از فیض‌آباد، از دوشنبه، از خوتلان، از بدخشان نوری دیده قدمند. بسیار خوش آمدید مردم مهمان نواز دنقره. تشریف شما، فرزند شما، پیوندانی که در اینجا حضور دارند خیرمندم میگویم. بسیار سپاسگزاریم که از 500 کیلومتر قدم رنجه کردن این قدرشناسی و محبوبیت و احترام خاصه شما را دوباره ثابت می‌سازد. تشکر زیاد سپاسگزارم. مرحبا مهمانان در پهلوی لاله‌خان قهارف جای کنید. بسیار خوش آمدید. سعادتمند و سرفراز باشید. امروز میدان دنقره هم فرهنگ است، هم اعتماد و هم ورزش و هم احیای سنت‌های نیاگان. تشکر به همه شما و مخلصان هم یک جهان عرض سپاس برای فراست شایستتان، برای قرصک زنیتان، برای واقعا دوست داشتنی گوشتین سنتی، گوشتینگیری که در همه جا شما فعالید. اگر شما نباشید پهلوانان هم روح و الهام نمیگیرند براستی. تشکر زیاد. فرصتی هنرمندان محبوب افتخاری مخلصان. تشکر. در دنقره 10 سالهای آخر اکای عبدالصمد شمسالایوف به یگان مبالغه بگو
این خیلی گوشتین نبود. همه سرکردگان گوشتین سنتی، چهره های معروف تاجیکستان در میدان دنغره هنرنمایی کردند. این از آن دلالت می‌دهد که ما باید شکرگزاری از سیاست امروزه سروری معظم ملت کنیم. شکر به آبادی وطن محبوب و ثبات کامل کشور کنیم. قدرشناسی سرور معظم را در سطح تربیت ورزش، در خصومت، نگرانی، کم نظری، بی اعتمادی نیست. هر کسی جسور است